42 شورای سازمان ملل متحد به امضا رسید و امروز رسا 70 سالگی این اعلامیه حقوق انسان جشن گرفته می شود و ما نیز تصمیم گرفتیم که در این روز در نزد سفارتخانه تاجیکستان به خاطر دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و گروگانان سیاسی در نزد این سفارت جمع بیاییم. ما امروز از پایمالشوی حقوق انسان در تاجیکستان، شکنجه، ظلم و استبداد، بدادگری و منع فعالیت سیاسی در تاجیکستان، زندان نمودن با دلیل‌های سیاسی در تاجیکستان دیده می شود و تاجیکستان تمامی سندهای حقوقی بین المللی توف کرده است و حقوق انسان را در جای اول قرار نمیدهد. حقوق انسان برای حکومت امام علی رحمانوف هیچ ارزشی عالی ندارند، گرچنده که ما این از این استای بین المللی استفاده میبریم و از این استای بین المللی برای پیشرفت رشد دموکراتیا در تاجیکستان مبلغ میستانیم، ولی این مبلغ ها همه برای سرکوب کردن مخالفین و کشتن مخالفین مصرف کرده می شود و حکومت های اروپا، کشورهایی که برای تاجیکستان مبلغ گذاری میکنند برای رشد دموکراتیا باید اندیشه کنند که پول آنها، مبلغ آنها به کجا صرف می شود. آیا برای حمایت حقوق انسان یا اینکه برای قتل جامعه شهروندی و فعالان سیاسی برای آنها روانه کرده می شود و کشورهای اروپایی باید در این زمینه اندیشه کنند و به این خاطر ما از سفارت تاجیکستان از محترم سفیر دعوت میکنیم که نزد شهروندان خودشان که در این جا حضور دارند بیایند. سفیر خدمتگاری مردم است، نه خدمتگاری خاندان امام علی رحمانوف. ما شهروندان تاجیکستان از سفیر و نمایندگان سفارت تاجیکستان دعوت به عمل میاریم که نزد شهروندان خودشان ناترسیده برایند و صدای شهروندان خودشان را شنوند و ظلم استبداد را از بالای شهروندان خود بردارند و زندانیان سیاسی را به یگان شرط و شرایط آزاد نمایند. و سفیر باز اگر گوشهای کری آنها نشنود دعوت میکنیم
بگذاریم و سخن دادن در اینجا خیلی نفرها جمع آمدن. هر یکی این جوان مردها، هر یکی این شیر مردها دردی دل دارند، میخواهند در دلشون رو به اینجا پایان دارند. هر یکی این نفرانی که در اینجا آمدن گفتنی دارند، صدایی دارند، صدایی دارند که صدای اینها گوشت ظالم را، گوشت خائن و امام علی رحمان را می‌دراند. صدای اینها درد دل آنها، صدای آنها درد دل هر یک زندانی تاجیکستان است. صدای این شخصیت‌ها، صدای این جوانمردانی که اطراف این آمدند، صدای خواهرانی که در اینجا جمع آمدند، صدای این گوش ظالم را می‌دراند، گوش خائن را می‌دراند، گوش آنها می‌دراند که پدران اینها را، برادران اینها را، برادران ما را بیگناه زندان کردند، بیگناه پشت پنجره کردند. گوش آنها را می‌دراند و آنها می‌ترسند. امروز آنها خودشان را در سفارت نگاه می‌دارند. قلب کردند، در کردند، درچیدند. نمی‌توانند پیش شرمندانی خود، پیش آنهایی که پدرانشان را زندان کردند، پیش آنهایی که پدرانشان را کشتند والید شوند. نمی‌توانند، چون دستشان توی خون است، کارشان افلاس است. و این خاطر نمی‌توانند هیچ یکی از آنها جرأت ندارد، هیچ یک نفر آنها در برابر هر یک صدای ما جرأت ندارد. و این خاطر اینا هر یک آنها آمدن امروز سخن گوید، درد دلشان را گوید، درد دارند و دردشان را خواهند گفت. و فعلا بعد سخن نوبتی را و تشکیل کننده این گرد همایی و کمیته شهروندی نجات گروگانها و زندانیان سیاسی تاجیکستان محترم بابای سپار می‌دهم. مرحمت برادری عزیز، سخن نوبتی به شما. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود بر برادران و خواهران عزیز، همدیاران گرامی و پیوندان و نزدیکان زندانیان سیاسی و همچنین صدای درود و سلام من بر آنهایی که صدای مرا میشنوند و درود و رحمت و سلام بر زندانیان مظلوم سیاسی که امیدوارم پیام ما به ایشان خواهد رسید. برادران عزیز، چقدر که دان میدانیم امروز 10 دکبر اعلامیه حقوق بشر 70 سال قبل امضا شده بود و امروز هم دارد 70مین سالگردش است. به همین خاطر کمیته شهروندی برای نجات گروگانان و زندانیان سیاسی تصمیم گرفته برای آزادی، برای طلب کردن قاطعانه از رژیم جمهوری تاجیکستان طلب کردن تصمیم گرفت که یک تظاهرات را در شهر برلین آلمان به راه بگذارد و از حکومت قاطعانه طلب کند که همه زندانیان سیاسی، بار دیگر میگویم همه زندانیان سیاسی آزاد کرده شوند. بخصوص که 6 ماه قبل سازمان ملل متحد قرار قبول کرد و از تاجیکستان طلب کرد که با پرداخت جبران 3 نفر از زندانیان سیاسی، رئیس حزب تاجیکستان نو و رئیس سازمان تعاون برای احیای تاجیکستان مقصود ابراهیموف و ادوکات و وکیل مردم بزرگمهر یاروف باید به یگان قید و شرط آزاد کرده شود. ما امروز از اینجا طلب میکنیم که از حکومت تاجیکستان همه زندانیان آزاد کرده شود. آزادی بر زندانیان سیاسی، آزادی، 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 آزادی. و همچنین ما طلب میکنیم که رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرov و بلاگری جوان تاجیک احسان آدینه که مدت قریب 4 سال می شود
تقدیرش روشن نیست، از تاجیکستان درخواست بکنم که آشکار بگویند که چه بلای سر این جوان آوردن که تا امروز تقدیرش روشن نیست. آزادی بر زندانیان سیاسی، آزادی، 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 و این چنین قاطعانه طلب میکنیم از حکومت تاجیکستان که ربودن آزادی خواهان و آنانی که در دیگر کشورها هستند از ربودن آنها دست کشند. یک هفته قبل سابق رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوق نعیمجان سیمیوف از کشور روسیه دزدیده شد و به تاجیکستان برده شد. خیلی که ما آگاه هستیم این روزها بالای این شخصیت شکنجه میکنند و به ما امروز خبر رسید که دیروز هم کارمندان مقامات قدرتی تاجیکستان نعیمجان سیمیوف را به دفتر حزب نهضت برده و از او فیلمبرداری میکنند و او را مجبور میکنند که گناههای ناکرده را اعتراف کند. ما از اینجا طلب میکنیم که بس است جبر و ظلم، بس است جبر و ستم، بس. و این چنین بعضی از برادران و خواهران وقتی که ما اعلام کردیم که سازمان ملل متحد 3 شهروند تاجیکستان که در زندان است آنها را طلب کرد که از آزادی برایند، بعضی از برادران و خواهران و دوستان ما خیال کردند که ما تنها 3 نفر را طلب میکنیم. نه برادران و خواهران عزیز، ما از حکومت تاجیکستان بار دیگر میگویم که قاطعانه طلب میکنیم که به همه زندانیان سیاسی آزادی بدهد. آزادی به همه زندانیان سیاسی. آزادی، 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 و همچنین از همه برادران که امروز انبوه مردم را میبینم و راستی من باور نداشتم تا این حد که انبوه مردم در اینجا جمع میشود و حسابشان حد و کنار ندارند. از کشورهای لیتوا، از فرانسه، از استریا، از بلژیم، از هلندیا و از دیگر کشورهای اطراف اروپا قدم رد کردن. اظهار تشکر میکنم که درخواست ما را قبول کردم. ما برادران عزیز در شما کمیته شهروندی و نجات گروگانان زندانیان سیاسی در تاجیکستان ما همه عهد کردیم و شما قول میدهیم که تا زمان یک زندانی سیاسی در تاجیکستان است و رنج و اذیت میکشد ما آرام نخواهیم بود. ما صدای شما و صدای همه زندانیان سیاسی را به تمام جهان خواهیم رسانید و از همه سازمان‌های بین المللی حقوق بشر و از همه کشورهای آزاد و دموکراتی طلب میکنیم که دیگر اون مبلغ‌هایی که به کشور تاجیکستان میدهند و کشور تاجیکستان آن را سرکوب کردن آزاد اندیشان و حقوق شناسان و مردم دموکرات صرف میکنند از این خودداری کنند و از حکومت تاجیکستان طلب کنند که زندانیان سیاسی ما و همه مظلوم ما و همه زندانیان مظلوم آزاد گردند. در آخر بار دیگر تشکر از همه برادران و خواهران و نزدیکان و فرزندان و پیوندان زندانیان سیاسی. تشکر برادران عزیز. از جناب بابای افسطار تشکر میگویم برای سخنهای پردردشان از دفاع از زندانیان سیاسی، از شخصانی که بیگناه در کنج زندان در زیر لطکوب این رژیم عمر به سر میبرند، در بدترین شرایط در زیر ظلم ستمی رحمانو به سر میبرند. برای همه تلاش‌هایتان، برای همه زحمت‌هایتان، برای همه کوشش‌هایتان به شما تشکر میگویم. به زندانیان سیاسی به محمد روزی اسکندر و محمد علی عید و زید حالا سخن نوبتی را
در اینجا برادری ما از شهری بیفا آمدن و رهبری اتتیت مهاجران آسیای مرکزی الهام جان یعقوبوف میگیم و مرحمت الهام جان یعقوبوف خواهی نوبتی به شما. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم برادران عزیز، خواهران گرامی و تماشابینان. واقعا در این طول بیش از 1000 ساله تاجیک، این حکومت تاجیکستان یکی از حکومت ظالمترین، فاسدترین و بدترین در تاریخ ثبت خواهد شد. اگرچه ملت تاجیک پس از سالهای زیاد به استقلالیت رسیده است، ولی این حکومت امروزه حکومت است که به استقلالیت مخالف بود و از نسلی است که نسل استعمار زده است. در تاجیکستان ما امروز هزار محبوسان سیاسی در زندانها موجود است که در یگان عهد، در یگان تاریخ تاجیکستان اینقدر زندانیان سیاسی وجود نداشت. حتی در عهد کمونیستان شوروی هم تاجیکان اینقدر محبوسان سیاسی نداشت. این حکومت از جلادان بخارا هم بهتر است. حکومت سالم، حکومت موفق برای آزادی و عدالت و برادری و یکدیگر فهمی و ارزش‌های انسانی نیاز دارد. ولی حکومت ما به شکنجه کردن مردم خود، به غارت کردن مردم خود و قتل رساندن مردم خود نیاز دارد. اگر حکومت‌های موفق، حکومت سالم یک فرد شکسته را دستگیری کند، یک فرد شکسته را دستگیری کند و به او کمک رساند که تا موفق شود، حکومت بیماری ما، حکومت غارتگری ما فرد موفق را جنگ میکند با فرد موفق تا شکست دهد. در تاجیکستان ما یگان فرد موفق را نمییابیم. فردهای موفق یا در زندان هستند، یا در هجرت هستند، یا کشته شدند. سعید سیدوف یکی از فردهای موفق بود، صاحبکار موفق بود، تاجر موفق بود، وزیر موفق بود، ولی با او جنگ کردند، شکست دادند، با او را زندان کردند. خدا رحمت کند عمر علی قوتوف یک صاحبکار موفق بود، یک انسان موفق بود. او را کشتند در خارج از تاجیکستان. خدا رحمت کند. او یک شهید است، او یک فرد موفق بود که او را کشتند. محمد علی عید یک نابغه است، یک انسان نابغه بود، یک سیاستمدار ورزیده بود، یک فرد موفق بود. او را زندان کردند. بزرگمهر یارو وکیل مدافع یک فرد موفق بود، او را هم زندان کردند. اون فردهای موفق ما در زندان هستند یا کشته شدند یا در هجرت هستند. ما از تمام سازمان های بین الملل، از جامعه جهانی طلب داریم که زندانیان سیاسی در تاجیکستان آزاد شوند. ما از جامعه بین الملل خواهش داریم و طلب داریم که آن مبلغ‌هایی که به تاجیکستان داده می شود آنها را ندهند، زیرا مبلغ‌های آنها برای سرکوبی ملت، کشتن ملت و قتل کردن ملت صرف می شود. برادران عزیز، از همه شما تشکر میکنم و الان نفرانی که از کشورهای دور آمدن بار دیگر از نام کمیته شهروندی تشکر خود را هم میرسانم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر برادر الهام جان یعقوبوف برای دفاعتان، برای دستهایتان.
که در اینجا بی‌طرف نبودید و از هزارها کیلومتر برای حرفتان را گفتن، برای صدایتان را بلند کردن آمدید. برای همه اینها تشکر میگویم برای جوانمردی، برای هر یکی شما که امروز آمدید. جوانمردانه بی‌طرف نبودید، آمدید در اینجا صدا بلند دارید. شما آمدید امروز بی‌طرف نیستید. امروز با هم آمدید. دلتان برای سوخت، دلتان به بی‌عدالتی های رهبر بالای زندانیان سیاسی تاجیکستان، بالای مردم تاجیکستان آمدید. برای هر یکی شما من تشکر میگویم. در تاریخ ثبت خواهد شد. همیشه گروه خود تقدیر دولت ها را عوض میکنند، با راه پیشرفت میبرند، با راه ثبات میبرند. ما امروز گروه خود و گروه میلان ها تقدیر خواهیم یافت. من در اینجا عکس‌ها را میبینم. عکس این جوان را نگارید. این احسان آدینایف است. من سال 2012 با این جوان در مسکو بخوردم. با این جوانی که تنها داد دیده است، ظلم دیده است، عذاب دیده است، از رژیم رحمانوف گریخته به مسکو آمده بود. با مادرش، با برادرش برای کار کردن، برای روزی زندگیشو پیش بردن و دلش برای هموطنانش سوخت، دلش برای همسنگرانش سوخت، دلش برای این ملت شریف سوخت. بله، این بیچاره جوان را و این جوان رحم نکرد. رژیمی که 27 سال است با کشتار مشغول است، با تراری مردم مشغول است و این جوان رحم نکرد. اگر دلتان سنگ باشد آب بشود در پیشوای سفید، در چشمانی در روی نورانی این شخص دلتان آب بشود. ولی تنها رژیم خونخوار، تنها رژیم ظالم بتواند با این مصیبت با این شخص رحم نکند. تنها رژیم بی‌عدالت و خاطر کشته شده و خاطر باقی ماندن رژیم و فرزندانش با این مصیبت رحم نمیکند. نه به پیر، نه به جوان، نه به کسی رحم ندارد. رژیم خونخوار است. رژیم با خون آمده در قدرت. هیچ مردم شریف تاجیکستان باید فراموش نکند. اشکهای مادران، خونهایی که صدها هزار رحمانوف خونی ما را ریزان فراموش نکند. فرزندانی میخواهد که در آغوش پدرشان باشد. فرزندانی میخواهد که پدرشان آغوش گیرد. از مهر محبت پدرش این رژیم کودکان را محروم ساخته و مثل صدها آدمهای دیگر، صدها انسانهای دیگر و همه اینها فرزند دارد، همه اینها نوه دارد، همه اینها میخواهد در نزدیک فرزند دارد. ولی رژیم رحمانوف تنها خاطر است این محبت کودکان را، این محبت انسانیت را دزدد به خاطر قدرت، به خاطر ماندن باقی در سر حکومت. تنها این رژیم خاطر است به همه قتل و کشتار، به همه بدادگری، به همه ستم، به همه کشتار. تنها رژیم امامعلی رحمانوف قادر است، چون این رژیم در دنیا وجود ندارد. اینو برای قوت است، اینو برای قوت است. شما این را ببینید در نزد فرزندانش، در نزد کودکانش هیچ قاتل در نزدشان پسر انسان را نمی‌کشد. تنها رژیم رحمانوف میتواند کشد در نزد کودکان، در نزد زن و فرزندان. تنها رژیم رحمانوف میتواند درد کند. تنها رژیم رحمانوف این قادر است. تنها رحمانوف و خانواده رحمانوف و سیمون یتیم و همه سال رحیم زاده اینها نزدیکان آنها میتوانند به قتل
دشترین و دسترم تنهایی و حاصل این محمد علی اتفاق حقیق است. شخص دانشمند، شخصی که سالها برای عدالت تلاش کرده است، در دامنه نشانت مسکو این بیچاره رو به اذیت محکوم کرده. تنها با این همه ظلم، تنها با این همه بیدادگری، تنها با این همه امام علی رحمه رو قادر است و محبوسان سیاسی تاجیکستان برادری بزرگ مهریار و کارمندی سازمانی خمینی رئیس ویژن فوندیشن که در حال انتقال گرفته شده است و تلاش میکند برای شیدن سیاسی تاجیکستان و سخن نوبتی را به این سلسله آمد میدهد. مرحمت برادری عزیزم جمشید کارو سخن نوبتی باشم. تشکر زیاد برای سخن دادن با من. یکم من همین را گفتنی هستم که از شما به نهایت متشکرم دوستان عزیز. آزادی من محض در نتیجه شیشا و تلاش‌های شما بود. اما امید دارم که انا همین تظاهرات‌ها، انا همین دعوت‌ها از حکومت جمهوری تاجیکستان انشاءالله به روز میرساند که تمام محبوسان سیاسی تاجیکستان آزاد کرده می‌شوند. اکنون اجازت فرمایید که از نام تشکیلات بین خلقی خودمان من سخن را با زبان روسی رسانم و تا اینکه رسانه‌های خارجی و روسی زبان باید диятой ما در اینجا جمع شدنمون درک کرد. Я представляю Международную правозащитную организацию Human Rights Foundation. Я сейчас выступаю от его имени. Мы выражаем солидарность с народом Таджикистана, который собрался здесь напротив посольства Таджикистана в Германии и требует от правительства Таджикистана соблюдения всех тех обязательств, которые она взяла на себя. Подписав всеобщую декларацию прав человека и документы, соответствующие этому, подписав конвенцию против быта, подписав международную конвенцию по защите прав ребенка, по защите прав детей, а также другие документы, которые обязывают Таджикистан соблюдать права человека во всех его сферах, Таджикистан должен отвечать за те несоблюдения закона, за те обязательства, которые он на себя взял. В данное время мы видим, что какое большое количество политзаключенных, которые вырастают с каждым годом, увеличивает их число, происходит такая ситуация в Таджикистане. Таджикистан должен ответить перед Комитетом ООН по правам человека. Мы знаем, что Комитет ООН по правам человека дал свою резолюцию на освобождение Зайда Саидова и Мухаммада Али Хаита, рассмотрев их дела. И дал 6-месячный срок на освобождение без каких-либо условий. Данное требование комитета правительством Таджикистана вообще не рассмотрено и никакого ответа нет. Это является грубейшим нарушением и плевком в сторону международных правовых обязательств, признанных Таджикистаном. Таджикистан должен ответить за те количество судебных дел, сфабрикованных в отношении политзаключенных, в отношении всех тех, кто не согласен с режимом, кто критикует власти, кто критикует существующий режим. Таджикистан должен ответить за ситуацию, произошедшую в колонии 3/3 в городе Худжанда, Таджикистана, за смерть большого количества людей и ранение большого количества осужденных. Почему Таджикистан до сих пор не реагирует на эти требования, законные требования международного сообщества, для нас является непонятным. И поэтому мы выражаем свою солидарность с тем, чтобы активисты таджикские собрались и требуют свои права. Озоди, вакаумис и доньони сёси Таджикистан. تشکر برادر جمشید یوروف برای سخنهای واقعی و مشکلات تاجیکستان را درک کردنتان در اینجا.
فعلا من سخن نوبتی را و عضو شورای پیمان ملی تاجیکستان محمد سعید رضایی می‌دهم. مرحمت. سخن نوبتی با شما. به نام خدای بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، خواهران و برادران محترم، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینچنین هموطنانی عزیزم، ملتی شرفمندم در داخل کشور و بیرون از آن، حضور یک و یک شما میرسونم که من امروز خود را خیلی خرسند حس میکنم که در جمعی از آزاداندیشان، آزادیخواهان، کسانی که دلشان برای ملت، برای کشور، برای هموطنانی که مظلوم هستند، با تهمت گرفتار شده‌اند، در این روزی بین المللی حقوق بشر گرد هم آمدند و همدردی خود را و دلسوزی خود را به کشور و ملت و هموطنان خود تقدیم دارند، نشان بدهند. و من خیلی از این که در بین اونها قرار دارم خود را خوشحال احساس میکنم و از خداوند تبارک و تعالی میخواهم که مظلومین، محبوسین و کسانی که با تهمت گرفتار شده‌اند آنها را هرچه سریعتر از ظلم ظالمان رهایی بخشد، کشور ما را آرامی، استقرار، مردم ما را در فضای آزادی و در فضای دموکراسی زندگی کردن را، جوانها را با اون طموحات و آرزوهایی که دارند زندگی کردن را نصیب بگرداند. دوستان عزیز، در اینجا میخواهم یک دو چیزی را، دو نکته را اشاره کنم و یک توصیه را هم تقدیم هموطنان عزیزم ابراز بدارم. نکته اولی که میخواهم به اون اشاره کنم، باید بگویم که رژیم حاکم در کشور ما با سرپرستی امام علی رحمانو یک رژیم ترسو و بسیار خوف و هراسدار است و این نشانه هر یک رژیم دیکتاتور است که حتی از سایه خود، از جانشین خودش که میخواهد بعدش بیاد، از اون خوف کند. و این را میتوانم من با دلیل اثبات کنم و این هم همانا برادرهای ما، هموطنهای ما اگر در یاد داشته باشند، هم در همایشی که به خاطر روز وحدت در دورتموند جمهوری آلمان سال 2017 برگزار شد و در هم یک گردها و نشانه‌های نسبت گفت و شنید برای مشکلات تاجیکستان و این را همچون احیای یک ائتلاف نو و سر قدرت آمدن نهضت اسلامی تاجیکستان از طرف مرکز استراتژی نزد پرزیدنت تاجیکستان همچون تهدید برای کشور تاجیکستان قلمداد کرد و گفت شکل گرفتن مخالفین در خارج از کشور با رهبری یا که با سرداری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در واقع یک خطر برای امنیت کشور است. اما نگفت که خطر برای امنیت کشور نه، برای بهبودی کشور است و خطر برای دیکتاتور یا اینکه برای حاکمان مستبد است. یک خواهری که میخواهد روسری داشته باشد در راه خوف دارد
یک انسان یک مردی که میخواهد ریش بماند خوف دارد در راه رفتن. یک تاجری که اون کامیاب شده است و کمی بهبودی در اقتصادی او شده است آزاد نمیتواند تجارت کالای خود را فعالیت خود را انجام بدهد. یک روزنامه‌نگار، یک ادیب، یک حقوق‌شناس، حتی محبوسینی که در حبس‌ها هستند آزاد نیستند. امروز ببینید بیش از 2 میلیون مردم ما بیرون از کشور به سر میبرند برای دریافت برای دریافت روزی از زن، فرزند، مادر، از پسر، از نزدیکان جدا هستند. با همه مشکلات بالای همونها هست. در وقتی برآمدن از تاجیکستان و برگشتن به کشور در آمدن، همه اینها با کروپسیا، با ستاندن پول، رشوه در عذاب و مشقت هستند. قریب 5 میلیون شهروند تاجیکستان امروز در کشورهای دیگر درخواست دادند، درخواستی شهروندی پیدا کردن شهروندی و بیرون شدن از تاجیکستان را دارند. و اکثریت آنها جای تأسفش این است که بیشتری آنها ادیب‌ها هستند، حقوق‌شناس‌ها هستند، متخصصین هستند که برای کشور ما اونها از باد و هوا کرده ضرورت دارند. دکتر هستند، طبیب هستند، مهندس هستند. همه اینها قریب 5 میلیون نفر درخواست دادند تا اینکه شهروندی دیگر کشورها را به دست بیارند. هموطنان عزیز، من گفتم که حتی در کشور ما محبوسینی که اونها برای اونها جزا معین شده است در حبسخانه ها آزاد نیستند. ببینید بیش از 50 نفر در یک محبس کشته می شود و تا امروز خیش تبار و نزدیکان اونها نمیدونند ما تقسیم کار میرم کشته شدند. آیا اونها پرانده شدند یا سوزانده شدند یا اینکه در اون گراف‌ها، در اون تابوت‌هایی که در اون جا کردن اونها واقعا جای دارند یا ندارند. در این جماعت ما بیشتر از 300 نفر در این جماعت حضور داریم و این همه جوانمردها، این همه خواهران، برادران، همه این نفرانی که امروز در اینجا جمع آمدند و باز ما که جمعی خود را در نزدیک پارلمانی آلمان جمع خواهیم داشت و قسمت دوم برنامه ما در نزدیک پارلمان آلمان جمع می‌آورد و فعلا باید کم شد این که جمعی را به پایان می‌رسانیم و نسخه بیانیه را با زبان تاجیکی در نزد سفارت میگذاریم. اگر آنها میخواهند، اگر آنها احترام به قانون تاجیکستان دارند، احترام بر این ملت دارند، باید بیانیه را از دست ما گیرند. آزادی به محبوسان سیاسی، آزادی به تایید، آزادی به محمد علی حیی، آزادی به حسن یارو، ملت تاجیک، و تمام محبوسان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و تمام محبوسان گروه سیاسی 24 و تمام زندانیان سیاسی دوستان ارجمند، بینندگان گرامی، این گردهمایی ما
آخری کار نیست. من باوری دارم قدم به قدم ما این قدم های ما به دوشنبه خواهد رسید. این بچه ها که جمع آمدن در اطراف اینها هزارهای انسان جمع آمد. ما به ده ها به صدها به میلیون ها شخص ها مبدل خواهیم شد و ملت تاجیک را، ملت مظلوم تاجیک را از ظلم 27 ساله اولاد و خانواده رحمان آزاد خواهیم. که دمای خود را پوشیده اعلان می نماییم که دمای ما امروز با حضوری بیشتر از 300 نفر به انجام رسید و دمای ما باز در شهر برلین در نزد پارلمان آلمان ادامه خواهد یافت و این گردمایی ما بخشیده به 70 سالگی اعلامیه حقوق انسان بود. خدا نگهدارتان باشد دوستان و بینندگانی که ما را همراهی کرده و ما را دستگیری کرده. برای هر یک قدم باید تشکر می‌کنم. برای آنهایی که آمده، برای همه خواهران، برادران، دوستان، عزیزان، از راه‌های دور آمده، برای هر یک شما تشکر می‌کنم. برای خیراتتان و صورتتان تشکر. به حضور 10 نفر بیانیه را با زبان تاجیکی نزد سفارت تاجیکستان ببرید. خواهش می‌کنم.